بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا اسماعیل ناصری مقدم، ساکن روستای پشتقلعه. بنده اصلا چیزی که باعث شد من این شغل رو انتخاب کنم، علاقه داشتم. اول هم بچگی و دوران مدرسه و راهنمایی اینا علاقه داشتم. بچه‌ها دوستا همه می اومدن، حالا اسلام می‌کردیم تو خونه. بعد یواش یواش که دیگه دیپلممو گرفتم و با اجازهتون پشت کنکور موندیم، موفق نشدیم جایی بریم، شد که رفتیم کارگری تهران. رفتیم تهران یه مدت اونجا کار کردیم و بعد از اون که میومدیم استراحت بکنیم، منم چه بهتر که الان تو تهرانم بریم سالن آرایش که آموزش میدن بریم یه دوره‌ای ببینیم. همین چون علاقه داشتم گفتم بریم دوره رو ببینم. کارمون که تمام شد، نگو قسمت اینه که باید بیایم آرایشگر بشیم. کارمون تموم شد اونجا، کارگریمون رو دیگه اومدیم اینجا مغازه باز کردیم و این ور اون ور میگفتن جمع کن نمیصرفه و چطور. بعد گفتیم آقا ما توکل بر خدا وایسادیم، حالا چی میشه. یه مدت وایسادیم، نه بهتر شد کارمون در مردم نشست تقریبا. ما هم اومدیم از این بنیاد ایفا که یه وام گرفتیم برای ارتقاء شغلمون، برای خرید وسایلی که کم داشتیم، کمک کردیم کارمون و امیدواریم که در آینده کمک‌های بیشتری هم بشه از این بنیاد که بتونیم یه چیزهای دیگه، کارهای دیگه ارائه بدیم به دوستامون، به مشتریامون.